هنگ کنگ به چینی شهری است جزیره‌ای در چین که تا سال 1997 مستعمره بریتانیا بود. منطقه هنگ کنگ یکی از دو منطقه تقسیماتی ویژه در جمهوری خلق چین است. منطقه دیگر ماکائو است. منطقه هنگ کنگ در شرق دولت‌های رودخانه مروارید قرار گرفته و از سوی شمال با استان گوانگدونی و از سوی جنوب یا دریای چین جنوبی هم‌مرز است. شهر هنگ کنگ که در سده 19 همچون یک بندر بازرگانی عمل می‌کرد، امروزه به صورت یک مرکز اصلی امور مالی در جهان درآمده است. هنگ کنگ از سال 1842 تا 1997 جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود. در سال 1997 و پس از پایان یافتن پیمان پیشین به جمهوری خلق چین پیوست. بر پایه توافق بین بریتانیا و چین قرار است هنگ کنگ تا سال 2047 از درجه بالایی از خودمختاری برخوردار باشد. ژاپن در جنگ جهانی دوم هنگ کنگ را از سال 1941 تا 1945 اشغال کرد. با پایان جنگ در سال 1945 هنگ کنگ توسط نیروهای مشترک انگلیس و چین آزاد شد و به حکومت انگلیس بازگشت. هنگ کنگ به ویژه در طول جنگ کره و جهش بزرگ جمعیت خود را از پناهندگان سرزمین اصلی چین بسیار افزایش داد. در دهه 1950 هنگ کنگ از قلمرو تجاری به یکی از صنایع و تولید تبدیل شد. اصلاحات اقتصادی چین تولید کنندگان را بر آن داشت تا به چین مهاجرت کنند و این باعث شد هنگ کنگ صنعت تجارت و مالی خود را توسعه دهد. در سال 1984 نخست وزیر انگلیس مارگارت تاچر بیانیه مشترک چین و انگلیس را امضا کرد. در آوایل ژوئیه 1997 هنگ کنگ را به حکومت چین برگرداند و قانون اساسی هنگ کنگ را تصویب کرد. در قرن 21 هنگ کنگ همچنان به عنوان یک مرکز مالی موفق است. با این حال ناآرامی‌های داخلی، نارضایتی از دولت و نفوذ چین به طور کلی یک مسئله اساسی بود. اجرای برنامه ماده 23 قانون اساسی هنگ کنگ موجب بحث و جدال بزرگ و تظاهرات گسترده‌ای در تاریخ 1 ژوئیه 2003 شد و باعث لغو لایحه شد. شهروندان از سیستم انتخاباتی خود ابراز نارضایتی کردند و در اعتراضات سال 2014 در هنگ کنگ به اوج خود رسید. در سال 2019 لایحه پیشنهادی استرداد هنگ کنگ به عنوان گامی دیگر توسط حزب کمونیست چین برای تضعیف قانون و حقوق بشر در هنگ کنگ با برانگیختن اعتراضات متعدد تلقی شد. در سال 2020 کنگره ملی خلق قانون امنیت ملی را تصویب کرد که مورد بررسی فراکسیون طرفدار دموکراسی قرار گرفت که اعتراضات بسیاری را در سراسر جزیره برانگیخت. نام هنگ کنگ به معنی بندرگاه اتراگین است. این منطقه از حدود 5000 سال پیش مسکونی بوده و آثاری از دوره نوسنگی در آن یافت شده است. چینی‌های هان، قوم اصلی چین، در زمان دودمان سونگ بین ساله 970 تا 1279 از شمال چین به هنگ کنگ آمدند. امروزه هنگ کنگ شهری جزیره‌ای در چین است که از دهه 1840 میلادی تحت حاکمیت بریتانیا بود، اما در سال 1898 دولت‌های بریتانیا و چین معاهده‌ای را امضا کردند که بر اساس آن هنگ کنگ به صورت اجاره 99 ساله در اختیار بریتانیا قرار گرفت. بریتانیا در سال 1997 هنگ کنگ را با فرمول یک کشور دو نظام به چین برگرداند. بر پایه توافق بین بریتانیا و چین قرار است هنگ کنگ تا سال 2047 از درجه بالایی از خودمختاری برخوردار باشد. شهر هنگ کنگ که در قرن 19 همچون یک بندر بازرگانی عمل می‌کرد، امروزه به صورت یک مرکز اصلی امور مالی در جهان درآمده است. سلسله چینگ با پیمان نانجینگ و پایان دادن به جنگ اول تریاک، هنگ کنگ را به امپراتوری انگلیس واگذار کرد. سپس هنگ کنگ مستعمره انگلیس شد. انگلیس همچنین در جنگ دوم تریاک پیروز شد. امپراتوری چین را مجبور به واگذاری کلون در سال 1860 کرد، در حالی که از سال 1898 به مدت 99 سال سرزمین‌های جدید را اجاره کرد.